ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 21 اپریل سال 2024 از بازداشت دو جوان اوباش که معلم مکتب میانه رقم 7 را در بین درس از صنفخانه بیرون برآورده در پیش چشم شاگردانش تحقیر و لطوکوب کردند و به جریان درس خلل رساندند خبر داد. بنا به اطلاع میلیس ختلان، در نتیجه برگزاری چاره‌بینی‌های فوری و جستجوی شهروندان، داستانوف قاسم سوروبویچ سال تولدش 2002 ساکن کوچه ولیزاده شهر بختر که پیش با مورد 237 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با جرم اوباشی زندان شده است و وایزاده اسام‌الدین جلال‌الدین سال تولدش 2002 ساکن کوچه ختلان شهر بختر دستگیر کرده شدند. میلیس ختلان گفت در جریان تفتیش معاین کرده شد که قاسم دوستانوف و اسلام‌الدین وایزاده به جنایت اوباشی یعنی دخلانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی که از بی احترامی نسبت به جمعیت ظاهر می‌گردد با استفاده زوراوری به حیات سلامتی شهروند در حیات گروهی صورت گرفته است دست دادند. هر دو این جوان دستگیر شده و یا نزدیکان آنها برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه میلیسیا دستگیر شدگان از حیثیت بلند اوباشی به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 شهر بختر حاضر گردیده آموزگار مؤسسه مذکور زیوزاده را که به خوانندگان درس می گفت به دالان مکتب دعوت نموده نسبتش دشنام و حقارت‌های قبیح کردند و او را مورد لطوکوب قرار داده به سلامتیش جراحت‌های گوناگون جسمانی رسانیدند. هرچند اطرافیان از آنها درخواست کردند که عملهای غیر قانونیشان را قطع کنند، به سخنان کسی اعتبار نداده مدت طولانی ترتیبات جمعیتی و رفت درس را در داخل مؤسسه مذکور دغلانه ویران کردند. وابسته به حالت مذکور نسبت به دستگیر شدگان قاسم دوستانوف و اسام‌الدین وایزاده بر اساس ماده 237 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام اوباشی پرونده جنایتی آغاز کرده هر دو را بحث پیشکی گرفتند. میلیس ختلان گفت تفتیش این پرونده ادامه دارد. بعد از گیر شدگان بر اساس ماده 237 همچون جزا از 2 تا 7 سال زندان تهدید میکند. درباره سبب از گریبان معلم گرفتن این دو جوان در خبر چیزی گفته نشده است، ولی در تاجیکستان معمولا برادرهای کلانتر به حمایت از دادر یا خواهران مکتبخوان خود به مکتب آمده با معلم ها رزبار میکنند. اکثر کاربران رفتار این دو جوان اوباش را همچون یک عمل ننگی نسبت به استاد کاملا غیر قابل قبول محکوم کرده خواستار جزای سنگین برای آنها شدند. برخی کاربران پیشنهاد کردند که هر دو را راست به قسم حربی برند تا که طی 2 سال خدمت عقلشان به سرشان بیورند و احترام معلم را یاد بگیرند.